وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. سروران عزیز، حضار ارزشمند، برادران ایمانی و خداجو مؤمن، قبل از هر چیزی از الله عزوجل مسئلت داریم که برای اون هدف و اون چیزی که امروز اینجا آمدیم و جمع شدیم که همانا دریافت پاداش هست، دریافت عیدی هست از رب العالمین. خداوند اون پاداشی که به هر مؤمن روزدار و هر مؤمنی که صیام و قیام را در ماه مبارک رمضان زنده نگه می دارد، در چنین میادینی که تعیین شده برای دریافت پاداش و ادای نماز عید، الله عزوجل اون پاداش را، اون چی که امید ما هست، امروز به همه ما عنایت بفرماید و خداوند عزوجل رمضان همه شما را رمضان مقبول بگرداند، صیام و قیام را، طاعات و عبادات را، بندگی ها را به بارگاه خودش قبول بگرداند و این عید را عید مبارکی بگرداند و مبارک بودن این عید، تبریک این عید و مقبولیت این عید باز هم به قبولیت همون طاعات و عبادات هست. عزیزان، الله عزوجل بر ما نعمتهای بسیار زیاد عنایت فرموده، به ما عنایت فرموده و عطا فرموده. انسان سراپا غرق نعمت الله عزوجل هست، اما ما مسلمان ها نعمت ویژه‌ای داریم و نعمت خاصی داریم که اون نعمت دین هست، نعمت اسلام هست. نعمتی هست که هیچ نعمتی با این نعمت برابری نمی کند. عزیزان، اگر ما در دنیا چنان زندگی می کردیم که زندگی پرزرق و برقی داشتیم، زندگی پر از تجملاتی داشتیم، زندگی که همش در مادیات بود، به اصطلاح بعضی یک خشت خانه من از طلا بود و یک خشت نقره بود و به جای سنگریزه ها که زیر پاهای ما هست، به جای اینها یاقوت و مرجان زیر پای ما بود و تمام اون چه که تصور بفرمایید از امکانات خوب دنیا همه را ما داشتیم، اگر همه را ما بهره‌مند بودیم، اما خدای نکرده و العیاذ بالله دین نداشتیم، ایمان نداشتیم، اسلام را نداشتیم، معرفت حق را نداشتیم
توحید رب العالمین را نداشتیم، کلام الله مجید این پیام جاودانه رب العالمین را نداشتیم، اون وقت ما هیچی نداشتیم. همون شرایطی که امروز مردم بسیاری از کشورهای غیر اسلامی، اروپایی ها و غیره دارند، به ظاهر همه چیز دارند، زندگیشون با یک دکمه روبراه است و حل است، تمام امکانات رفاهی را دارند، اما دین ندارند، معرفت حق ندارند، توحید ندارند، بجای عبادت الله عزوجل صلیب را پرستش می کنند، عیسی مسیح را عبادت می کنند، فرشته خدا روح القدس را عبادت می کنند. اینهایی که الله عزوجل در قرآن کریم فتوای کفر اونها را صادر فرموده. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. ماشاءالله، جزاكم الله. صلوات عنایت بفرمایید، درود بخوانید و عزیزان بنشینند. اللهم صل علی سیدنا. سروران، عرض کردم که بسیاری از مردم دنیا نسبت به ما امکانات بهتری دارند، بیشتری دارند، و بعضی ها همین دنیا را الله عزوجل برای اونها بهشت قرار داده، همه چیز از نظر مادی البته برایشون فراهم است، اما الله را ندارند، دین را ندارند، توحید ندارند، اسلام ندارند. اسلام نعمتی هست که الله عزوجل به ما داده و بسیار زیبا هست. همین عنوان، البته عنوان اسلام دین همه انبیا هست. آیه‌ای که خواندم در این آیه شریفه هست که ابراهیم علیه السلام که ابوالانبیا هست، پدر همه پیامبران است، و یعقوب علیه السلام که پدر تمام بنی اسرائیل هست. اسرائیل خود یعقوبه. الله می فرماید که ابراهیم و یعقوب پدر تمام انبیای بنی اسرائیل، ابراهیم پدر تمام انبیای بعد از خودش، اینها به فرزندان خودشون چی توصیه کردند؟ پایان توصیه هست فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بر شما موت نیاد، بر شما مرگ نیاید مگر اینکه شما مسلمان بمیرید، شما مسلم باشید. لذا اسلام دینی هست که دین همه انبیا هست. الله عزوجل به انبیا دستور دادن که شما تسلیم بشید. اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، در حالی که نام ادیان، بقیه ادیان یا به اجدادشون هست، یا به منسوب به پیامبرشون هست، یا منسوب به اماکنی که در اون اماکن زندگی میکردن. بسیاری از ادیان در واقع منسوبش، نسبتشون نسبت این چنینی هست. یا مثلا دین مسیحی عیسایی میگن، عیسوی، مسیحی منسوب به سیدنا عیسی علیه السلام هست. دین یهودی منسوب یا به جدشون هست یهود، یا به کوهی هست که در اون اطراف اون کوه زندگی میکردند. اما دین اسلام
منصوب به عبادت است، منصوب به انقیاد است، منصوب به اطاعت است. لذا عزیزان این اسلام نعمت بسیار عجیبی هست که الله عزوجل به ما داده. خداوند ما را قدردانی این نعمت بگرداند. و در این دین اسلام الله عزوجل در رابطه با همه شعب زندگی، در رابطه با تمام ابعاد زندگی برای ما دستور دارد، برای ما فرمان دارد، برای ما احکاماتی بیان فرموده، دستوراتی بیان فرموده. به قول علماء ما اسلام را به 5 بخش تقسیم کردند که یک بخشی ایمانیات و عقاید هست. یعنی در اون بحث ایمانیات و عقاید اینه که ما به غیر از الله عزوجل هیچ کسی را عبادت نکنیم و از هیچ کسی استمداد و کمک نخواهیم. چیزی که شما در هر رکعت نماز میخوانید ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار الها فقط و فقط ما تو را عبادت میکنیم و فقط از تو ما استعانت میطلبیم. و دوم عبادات هستند، عباداتی که ما انجام میدهیم. هر یکی از اینها بالاخره نیاز به توضیح دارد. من یک نکته میخوام فقط آخر از کنم، شاید 2 دقیقه بیشتر طول نکشد. عبادات شامل نماز و روزه و حج و زکات و همه عبادت های جانی و مالی که شما انجام میدهید، این بخش دوم این اسلام عزیزی هست که ما داریم. و بخش سومش اخلاق هست، اخلاقیات هست. تمام موارد و دستورات اخلاقی، اگر اخلاقیات رعایت میشد همین دنیای ما تبدیل به بهشت میشد. نه کسی دروغ میگفت، نه کسی خلاف انجام میداد، نه کسی وعده خلافی میکرد، نه کسی در امانت خیانت میکرد، نه کسی بدبینی و بدچشمی داشت، نه کسی نسبت به دیگران سوء ظن داشت، نه بهتان وجود داشت، نه تهمت وجود داشت، نه افترا بود، نه غیبت بود. همه اینها بد اخلاقی ها هستند عزیزان. لذا بخش سوم اسلام و دین اخلاقیات هست و بخش چهارمش معاملات هست. معاملات همه طبق دستور الله عزوجل. الله برای همه قانون تعیین کرده، قوانینی که در این معاملات هیچ کسی متضرر نشه، هیچ کسی ورشکسته نشه، هیچ کسی فریب نخورد، بر سر هیچ کسی کلاه گذاشته نشود، که متاسفانه کمتر این موارد در بازارهای ما رعایت میشه. و پنجمین بخش معاشرت و آداب معاشرت هست، حقوق همدیگه هست، نشست و برخاست هست، که هر یکی از اینها عزیزان یک بالاخره من مثنوی میخواد. اما اون چیزی که ما موضوع امروز ما هست که در ظرف 1 ماه انجام دادیم، عبادت که روزه یکی از عبادات هست. هر عبادتی الله عزوجل در او حکمتهایی گذاشته، فلسفه‌ای گذاشته. هر عبادتی فوائدی دارد که این فوائدش را انسان بعد از انجام عبادت به دست می آورد. مثلا در نماز تمرین تواضع هست، تمرین فروتنی هست در مقابل رب العالمین. اصلا معنای عبادت اینه که انسان به بالاترین درجه تواضع و فروتنی در مقابل اون ذاتی که بالاترین تعالی و بزرگی و بلندی را دارد در مقابل اون انجام بدیم. لذا در روزه عرض کردم در نماز تواضع هست، در نماز هماهنگی هست، پشت سر یک امام حرکت کردن هست، تمریناتی هست، چندی فواید هست که بیان میکنند علما. حج همچنین مظهر وحدت هست، همه مسلمانان یک جا جمع میشن، یک شکوهی، یک عظمتی و یک همدردی نسبت به هم دیگه. و همچنین عزیزان زکات هم یه عبادتی هست که در زکات علاوه از اینکه انسان مالش را پاک میکند، همدردی با بینواها هست، با فقرا هست، با مساکین هست. همه اینها فواید عبادات هستند.
اما عزیزان من، فایده روزه و صیام خود قرآن مجید بیان فرموده. علما بیان کردند که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فایده روزه اینه که در وجود شما تقوا بیاد، در وجود شما خدا ترسی بیاد. عزیزان، این تقوا و خدا ترسی مخصوص یک ماه نیست، بلکه روزه را الله عزوجل چنان تأثیری گذاشته. اگر روزه ما روزه باشد، اگر عبادت ما عبادت باشد، چنان تأثیری گذاشته که بعد از اون انسان نسبت به قبل از اون وضعیتش بهتر میشه. بنابراین اگر بعد از رمضان تقوای ما از قبل از رمضان بیشتر شد، خدا ترسی ما بیشتر شد، اگر بعد از رمضان ترک گناه، دوری از معصیت، دوری از هر کاری که رب را میرنجاند، اگر اینها بیشتر شد، بدانید که روزه تأثیر خودش را گذاشته. اگر بعد از، چون که در روزه چی چیزی هست عزیزان؟ تمرین اطاعت از فرمان خداست. در روزه اینه که حتی رزق حلال خودت را که دسترنج خودت هست و حاصل زحمات خودت هست اجازه نداری بخوری. خانه حلالت را اجازه نداری به طرفش بروی. چرا؟ چون دستور رب هست. وقتی که انسان تا این اندازه فرمان میبرد که اون چی که مال خودش هست استفاده نمی کند به خاطر دستور رب العالمین، پس قطعا این انسان یاد بگیرد که هیچ وقتی چشم طمع به طرف مال دیگری ندوزد، هیچ وقتی به طرف ناموس دیگران نگاه نکند، هیچ وقتی این انسان در دلش کوچکترین خیانتی، کوچکترین اراده گناهی پیدا نشود. لذا عزیزان، این دستاورد روزه هست، این حاصل روزه گرفتن که تقوا و خدا ترسی هست. لذا اگر روزه ما و این که در ماه مبارک رمضان، غیر از عبادت روزه، ماه رمضان یکی از عبادتهاش روزه بود، ماه قیام بود، تراویح بود. هر شب شما 20 رکعت نماز تراویح که در این 20 رکعت 40 بار سجده می کردید. اگر می دونستیم که در این سجده چه اندازه انسان به خدا نزدیک میشه، نزدیکترین حالتی که انسان با رب العالمین نزدیک میشه همین حالت سجده هست، معراج مومن هست. لذا آیا این قربی که حاصل شده، این تقربی که حاصل شده، آیا بعد از رمضان ادامه دارد؟ تلاوت هایی که انجام می گرفت، آیا تلاوت بعد از رمضان ادامه دارد؟ عزیزان، برای تلاوت چه اندازه تأکید بکنیم؟ تأکید الله عزوجل هست، دستور الله هست که ما قرآن را همیشه بخوانیم. همونطوری که ما روزمره برای خودمون برنامه داریم، برنامه غذایی داریم، برنامه مادیاتی داریم، چرا برای خودمون برنامه ایمانی، برنامه معنوی، برنامه اصلاحی؟ شما روزانه حداقل اگر 2 وقت را اختصاص بدید، 3 وقت ما حداقل غذا میخوریم. بعضی ها هستن که 6 وعده غذا میخورن، میان وعده هم میخورن، عصرانه هم میخورن. لذا بجای وقتی که 3 وعده، 4 وعده، 6 وعده به جسممون میرسیم، چرا روزانه برای روحمون، برای غذای روحمون، برای تقویت روحمون ما چرا برنامه ریزی داشته نباشیم؟ 5 وقت نماز را که الله عزوجل فرض قرار داده. اما اگر شما صبح فقط 20 دقیقه الی نیم ساعت قرآن را تلاوت کنید، شب هم به همین اندازه، یعنی شب روز شما با قرآن همراه باشد، زندگی شما یه زندگی قرآنی خواهد بود، یه زندگی ایمانی خواهد بود، یه زندگی خواهد بود که انشاءالله در مسیر زندگی کامروا میشید، همه مشکلاتتون به صورت خودکار حل میشه. این کلام الله عزوجل عجب تأثیری دارد. وقتی که ما اعتقاد داریم و در حدیث هم هست که یه سوره فاتحه را میخوانیم شفا لکل دا هست، برای هر مریضی شفا هست. وقتی که انسانی 10 سوره فاتحه میخواند،
ده ها آیه را تلاوت می کند، صبح تلاوت می کند، شب تلاوت می کند، این چه اندازه تأثیر جسمی دارد، تأثیر روحی دارد، تأثیر اخلاقی دارد، تأثیر ایمانی دارد. عزیزان، اینها دستاوردهای رمضان هستند که بعد از رمضان داشته باشیم. در ماه رمضان کمک به بینواها میشد، کمک به فقرا میشد، همدردی با اونها میشد که الحمدلله اگر ادعا نکنم که همه، ولی همه بیشتر فقرای شهر بهره‌مند شدند و برخوردار شدند از کمک های مسلمان. این ادامه داشته باشد. در ماه مبارک رمضان سبدهای خوراکی تقسیم می شد، همه محله ها شاد بود، حتی از شهرستان های دیگه می آمدند. این فقط مخصوص ماه رمضان نباشد، ادامه داشته باشد. مواسات و همدردی ادامه داشته باشد، عبادت ادامه داشته باشد، تلاوت. اما یه چیزی عزیزان که بسیار مهم هست که اون را نباید نادیده بگیریم، اون این هست که در ماه مبارک رمضان ترک گناه الحمدلله بیشتر ترک گناه انجام می گرفت. گناه چشم، گناه گوش، گناه زبان، گناهان دیگر. اکثر مردم برنامه های بسیاری از برنامه ها را تعطیل کرده بودند. اگر قرار باشد بعد از رمضان دوباره این در باز بشه، در معصیت باز بشه، در گناه باز بشه، اون وقت همه اون چیزی که ما جمع کردیم، بافتیم، درست کردیم، همه را ما در واقع به باد میدیم. در قرآن کریم آیه هست که الله عزوجل به مؤمنین میفرماید ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. الله عزوجل اشاره میفرماید به یه زنی که این زن اهل تفسیر میگویند که دیوانه بود، سرش خراب بود. این یه عرض کنم که پشمهایی داشت و قرقره‌ای داشت و در واقع نخ درست میخواد، دوک به اصطلاح. قرقره که از پشم نخ درست میکنند، قدیم ها زنها زیاد درست میکردند و این قرقره خودش را هر وقتی که درست میکرد مقداری نخ درست میشد، دوباره اینها را تکه تکه میکرد، باز میکرد، دوباره خرابشون میکرد. از صبح تا شب کارش همین بود. الله عزوجل به اهل ایمان میفرماد شما مثل اونی نباشید که اون دوک را، اون قرقره را، اون نخ را هی درست میکند و خراب میکند. لذا اگر ما قرار باشه بعد از رمضان ادامه بدیم همون کارهای قبل از رمضان را، اگر بعد از رمضان باز هم ترک نماز بشه، ترک جماعت بشه، باز هم گناه و معصیت، در گناه باز بشه، غیبت ها شروع بشه. رمضان خب خیلی ها بودن که احتیاط میکردن، میگفتن روزه هستی چیزی نگویید، ولی بعد از رمضان عزیزان اگر ادامه داشته باشد مثال ما همون پیرزن دیوانه میشه که هرچی که بافتیم، هرچی که درست کردیم، هرچی که جمع کردیم، همه را داریم به باد میدیم. و عرض کردم علاوه از این که روزه برای ما اجر و ثواب داشته، روزه یک تأثیرات اصلاحی داشته. تأثیر اصلاحیش همین لعلکم تتقون هست، تأثیر اصلاحیش با تقوا بودن هست، خدا ترس بودن هست. لذا بعد از رمضان مبادا که اینها را ما از دست بدیم، مبادا دوباره بی باک باشیم، بی پروا باشیم، برای گناه جسور باشیم و هر چی که دلمون میخواد انجام بدیم. لذا عزیزان حالا ما در یک حریمی قرار داریم که این حریم را تا آخر حفظ بکنید. اون اینه که در حدود الهی نباید تجاوز کرد، نباید رب را ناراضی کرد، نباید نافرمان رب العالمین بود. الله عزوجل همه من و شما را اهل توفیق بگرداند و رب سبحانه و تعالی همونطور که ابتدا دعا کردم رمضان را رمضان مقبولی بگرداند و تأثیرات رمضان را تا رمضان دیگر اگر حیاتی باشد الله عزوجل بگذارد این تأثیرات را در وجود ما، در زندگی ما، که همانا اون تأثیراتش دوری از گناه هست، دوری از لغویات هست و در واقع حفظ این دستاورد بزرگ ماه مبارک رمضان که تقوا و خدا ترسی هست. الله عزوجل به همه ما عنایت بفرماید. اقول قولی هذا و